سلام، من سمیرا هستم. ایشونم که در حال غیر دادنه. رضا همسرمه. ما داریم میریم اردبیل، قراره بریم قله سبلان رو فتح کنیم. تمام این وسیله هایی هم که پشت سرمون میبینید، وسایل و آذوقه و رخت خواب و همه چیزایی که لازم داریم برای کوهنوردیمون. ما امسال تابستون یهویی تصمیم گرفتیم که بریم قله سبلان و اینکه شروع کردیم یکم کوهنوردیمون رو از توچال شروع کردیم. یه قله هم رفتیم میشینه مرگ. قله سومی که داریم میریم سبلانه. از اونجایی که زود رسیده بودیم گفتیم بریم توی اردبیل یه دوری بزنیم، بعدم بریم سمت سبلان. از دریاچه شورابیل شروع کردیم، بعد رفتیم بقعه شیخ صفی که بقعه شیخ صفی یه مسجد قدیمی داخل اردبیله. این ورم که میبینید بازار اردبیله. برای اینکه داخلش بریم حتما باید حجاب داشته باشیم، البته که ما اینو خیلی رعایت نکردیم. یه نمای کلی هم برای شما فیلم گرفتیم که شما هم ببینیدش. اینجا که میبینید حیاتشه. یکم جلوتر میرسیم به داخل تالارهاش. بعد از اونجا هم که مسجد اصلی رو میبینید. نماهاش خیلی قشنگ بود، جای خیلی خوبی برای عکاسی بود. ما هم عکسای قشنگی گرفتیم. حالا هم داریم میریم داخل حیات اصلی که الان مناره ها رو میبینید و این لوکیشن عالی برای عکاسی. درسته مسجده ها، ولی همین طرح و رنگش و همین ترکیب رنگ آبی و خاکی رنگش با تلفیقش با چوبا، یعنی پنجره هاش که چوبی بود، خیلی قشنگ بود. اینجا هم که رفتیم داخل مسجد، اینجا حالت کتابخونه داشت، یه سری عتیقه داشت. اینایی که رو دیوار میبینید همشون کاغذ دیواری دستی هن که واقعا هم جذاب بودن. داخل مسجد بقعه، یعنی تابوت و محل دفن شیخ صفی هم هست که البته خیلی جالب بود که یه جا توی فیلمم براتون گرفتم، جای دستشو تو اون زمان با حالا نمیدونم گچ بود یا سیمان بود قالب گرفتن و اینکه به دیوار زدن. و حالا جالب ترش این بود که سایز و اندازه دستش بود. این قسمتی هم که داریم واردش میشیم کتابخونه بود. همه این جاهای جالب و کوچیک رو میبینید روی دیوار که تا سقف ادامه داره. همه اینا جای کتابای قدیمی بوده که البته کتابا رو خالی کردن دیگه، فقط حفره‌های خالیش موندن. اینا هم یه سری از عتیقه ها و صنایع دستی قدیمی هن که فقط مال ایران نیستن، مال کشورهای دیگه هم بودن که حالا من خیلی زوم نکردم روشون، ولی یه تصویر کلی ازشون براتون گرفتم که انصافا خیلی خیلی خوشگل بودن. اینجا رسیدیم به همون قسمتی که گفتم بهتون از دستش یه قالب گرفتن. خیلی سعی کردم فیلمو بگیرم ولی به خاطر نورا یکم سایه افتاد. ولی جای دستی که براش درست کرده بودن واقعا 3 برابر دست یه آدم عادی و نرمال بود. حالا نمیدونم که این جای دست واقعیه یا واقعی نیستش. توی این تابوت بغلی هم میگن که زره و لباس جنگ شیخ صفی قرار داره که ازش نگهداری کردن. این تالاری که میبینید جاییه که محل دفن شیخ صفیه. دیواراش همه کاغذ دیواری دستی بود و اینم قبر این آقا هست که حالا سعی کردم نمای بزرگتری ازش بگیرم که جلوش هم یه دونه قرآن گذاشته بودن و شیشه کشیدن که کسی نره. این قسمت از بقعه شیخ صفی هم حالت مطبخ و مثلا محل زندگی و جایی بوده که اونا تو اون زمان زندگی میکردن و خب چون همه دیوارا بالاخره ریخته بود بازسازی به صورت نیمه انجام شده بود. شاید باورتون نشه ولی الان حس تولیدرای داخل آثار باستانی بهم دست داده که میری اونجا بعد هی بهت معرفی میکنن این چیه اون چیه. این قسمت موزه هم بهتون بگم خیلی جالب بود. این مجسمه ها رو دیدید؟ اینا همشون برای ما قبل تاریخ، یعنی واسه انسان‌های اولیه که توی قدیم میگفتیم و اینکه مثلا همون سنگ نوشته هایی که جای دست بوده که توی مشکین شهر اردبیله، اینا همشون متعلق به اونجاست که برای تمدن‌های دوره. اینا هم که سرنیزه و خنجراشون بوده، یه سری طلا جواهر بود، وسایل بود، ظرف و ظروف بود، وسایل جنگی بود که حالا من از یک کوچولویشونو برای شما فیلم گرفتم اینجا.
اردبیل گردیمون که تموم شد راه افتادیم بریم سمت سبلان. آفتاب داشت غروب میکرد و واقعا این صحنه خیلی قشنگی بود. البته این که میبینید که شیشه ماشین تمیز نیست، تمیز بودا، توی مسیر انقدر حشره بود که باعث شد که این صحنه به وجود بیاد. شب بود، هلوش ساعت 8 بود که ما رسیدیم به لاهرود. لاهرود ابتدای مسیریه که به سبلان میرسه که حدود نیم ساعت 40 دقیقه مسیر داشتیم تا پای کوه سبلان که هلوش ساعت 8:30 اینطورا بود که ما رسیدیم بالا. رسیدیم به شابیل، آب گرم شابیل که اقامتگاهمون و سویتی هم که از قبل رزرو کرده بودیم اونجا بود که فردا صبحش با این صحنه مواجه شدیم. خرسای سبلان. اصلا باورمون نمیشد همچین صحنه‌ای ببینیم. ساعتای 5 صبح بود، دیدیم صدای خشخش میاد. رفتیم پشت پنجره، یهو دیدیم یا خدا 3 تا خرس بزرگ. یکیشون مامانشون بود، بقیه بچه‌هاش بودن. و این که ما نمیدونستیم واقعا خرسا اینقدر میان پایین. ما همه وسایل خراب شدنیمون رو مثل میوه ها و سبزیجاتمون رو گذاشته بودیم پشت در سویتمون که تا صبح خراب نشن و جاشون خنک باشه. ولی خب از نمیدونم بخت بد بود یا اینکه روزی این حیوانای خوشگل بود که همه رو خوردن و اینکه ما واقعا خوشحال بودیم از دیدنشون. بعد از رفتن خرسا هم این طلوع زیبا رو ما دیدیم که قرار بود اون روز که چهارشنبه بود بچهای گروهمون بیان و به ما برسن بعد از ظهرش و ما قرار بود که روز چهارشنبه از صبح تا بعد از ظهرش که بچهای گروهمون برسن بریم و دور و بر سبلان رو بگردیم. البته اینم بگم ما با ماشین خودمون رفتیم تا سبلان، ولی بچهای گروهمون هماهنگیایی که انجام داده بودن همه با یه دونه اتوبوس که کرایه کرده بودن قرار بود بیان. سبلان گردیمونو از دریاچه آتگلی شروع کردیم. آتگلی یعنی دریاچه اسب و افسانه‌ای که پشتشه اینه که اسب بابک خرمدین توی این دریاچه غیب شده و اینکه افراد محلی اعتقاد دارن که یه زمانایی توی شب صدای شیهه اسب رو میشنون و اعتقادشون بر اینه که اسب بابک خرمدین از توی این دریاچه میاد بیرون و شبا شیهه میکشه و دنبال سوار خودش میگرده. بعد از دریاچه آتگلی رفتیم سمت دره شیروان درسی، یکی از زیباترین با اختلاف زیباترین دره های توی ایرانه به نظر من و واقعا جون میده واسه اینکه عکسای فرمالی‌تر رو بری اونجاها بندازی، چون هم خاصه همین که کمتر کسی دنبال این لوکیشن ها میره. همونطوری که میبینید یه بافت خیلی جذاب و خاص داره که از پای کوه سبلان شروع میشه و تا کیلومترها پایین‌تر هم ادامه پیدا میکنه. روز پنجشنبه صبح و ما ساعت 3 صبح بیدار شدیم، داریم میریم سمت پارکینگ تا سوار لندروور شیم. لندروور هم که نگم براتون آفرود سواری بود، جاده خراب، ماشین ما هم پاترول بود. داشتیم میرفتیم به سمت پناهگاه سوم که از اونجا پیاده رویمونو و آغاز و شروع کوهنوردیمونو به سمت قله داشته باشیم. گروه ما هم حدوداً 30 نفری می شدیم. یه مقداری که رفتیم بالا، یادم نمیاد ساعت چند صبح بود، ولی وایسادیم یه جا واسه استراحت که طلوع آفتابم داشتیم از همونجا می دیدیم. واقعاً قشنگه و خیلی خوشحالم که تونستم همه این صحنه ها رو از نزدیک و با چشمای خودم ببینم. جاتون خالی بود. بعد از 4 ساعت پیاده روی رسیدیم به سنگ مهراب، محل عبادت زرتشت. توی افسانه ها هم میگن که در قدیم زرتشت این بالا می اومده و کنار این سنگ به درگاه خدا دعا می کرده. بعد از سنگ مهراب 10 دقیقه تا قله پیاده روی داشتیم که از این یخچال باید عبور می کردیم و واقعا حس هیجانی که اون لحظه به آدم دست میده وصف نشدنیه. و در آخر رسیدیم به قدم‌های آخر من و رضا که داشتیم برای اولین بار به قله سبلان پا می‌ذاشتیم. لحظه‌ای که چشمم به دریاچه سبلان افتاد واقعا اشک تو چشمام جمع شده بود و زبونم بند اومده بود. نمیدونستم باید چی کار کنم، عکس بندازم، وایسم به منظره نگاه کنم، کنار وایسم بقیه رو تماشا کنم. واقعا ذوق زیادی داشت. ولی خب موضوع بعدش این بود که همین که رسیدیم به قله من لرز شدیدی گرفتم.
به خاطر همینم بعد از اینکه چند تا عکس انداختیم ما شروع کردیم برگشتیم اومدیم پایین. روزی که ما صعودمون رو شروع کردیم 12 مرداد بود و وقتی که اونجا بودیم فهمیدیم که 15 مرداد، یعنی به ما اینطوری گفتن که 15 مرداد روز سبلانه و این که انقدر کوهنورد اومده به اینجا به خاطر این روز و این مناسبته، که هم میگفتن که واقعا مسیر خیلی شلوغ بود و همینطور قله، یعنی خیلی سخت ما تونستیم چند تا عکس تکی و عکسی که بدون آدمای اضافه باشه بگیریم که واقعا هم سخت بود این عکس‌ها رو انداختن. اینم که بنده هستم که سر تا پا قرمز پوشیدم، خسته و نالون، چندین بارم که اینجا لیست خوردم داریم میایم پایین. و این که مسیر پایین اومدنمون ما یه مسیر اشتباه رفتیم، خیلی خسته شدیم. به شما توصیه میکنم از مسیر اصلیتون خارج نشید. این گلای خوشگلم همه بابونه هستن و شانسی که آوردیم ما داشتیم که می اومدیم پایین دیدیم نوک قله داره کم کم ابری میشه، مه میشه. ما این مه رو داریم از نزدیک هم میبینیم. بعد رسیدنمون به پای کوه هم فهمیدیم که توی قله برف باریده بعد از اینکه ما اومدیم پایین. اینم که میبینید بارگاه سومه، یعنی ما انقدر مسیر برگشتمون سخت بود نگم که چقدر خوشحال شدیم این بارگاه رو دیدیم. بعد اینم که اومدیم پایین رفتیم آب گرم، یه دوش حسابی گرفتیم، رفتیم کاسه کباب اردبیل، یه ناهار مشتی زدیم و اینکه روز شنبه ما برگشتیم به سمت تهران. به عنوان اولین تجربه میتونم بگم که هر کسی کوهنوردی میکنه و به قله سبلان نرفته کل عمرش برفناست، حتی نصفش هم نه، کل عمرش برفناست. بهتون توصیه میکنم حتما به این کوه زیبا و دلنشین برید و لذت ببرید. اینم از یه سری از عکسای ما توی اردبیل و کوه سبلان و همینطور قله. یکی از چیزایی که این صعود رو برای من خیلی خاص کرده بود وجود مامان و بابام کنارم بود که با همدیگه این قله رو صعود کردیم. اگه این ویدیو رو دوست داشتید چنل منو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید.